سلام، خوش اومدیم بچه‌ها به فصل هشتم فیزیک سال نهم، آخرین فصلی که توی ترم اول از شما امتحان گرفته میشه از مباحث فیزیک و مربوط به مبحث فشار و آثار آن. فشار و آثار آن. بچه‌ها این ویدیو رو من 4 بار گرفتم. الان این سری چهارمی که من دارم ضبطش میکنم. 3 سری پیش نصفشو گرفته بودم، نصفه دومشو داشتم میگرفتم، یعنی مثلا از نشونتون میدم از کجا تا کجا رو ویدیو آماده داشتم. از اونجا بعدم هی میگرفتم خراب میشد، هی میگرفتم ویدیو کلا حذف میشد، یعنی مثلا ویدیو سیو نمیشد، میگرفتم برق قطع میشد، مثلا یه وضعیتی بودش. بعد دیگه الان دارم این ویدیو رو واسهتون میگیرم از اول. گفتم که حالا اون نصفه رو بیخیال، کلا حذفش کردم. از اول براتون بگم که یک پیوستگی توی مطالب باشه. مثلا ذهن من بعداً اگه بخوام از ادامه بگم، مثلا ممکنه هی مثلا یه مبحثی رو بگم که خودتون ویدیو احتمالاً گفتم بعد رد شم ازش، ولی از الان وقتی از اول بهتون بگم پیوستگی مطالب هست و چیزی جا نمیفته دیگه. اینکه ولی خیلی خستم کرد، خیلی از انرژی گرفت. بریم برای این مبحث تمومش بکنیم با هم دیگه. یه جنبندی از روی جزوه، یه جنبندی از روی کتاب با حل نمونه سال 403 امتحان کشوریتون. اولین قدمی که تو این فصل برمی‌داریم یه اشاره و یک میشه گفتش که مروری از فصل‌های پیشه با تعریف نیرو. نیرو چی بود؟ نیرو میگفتش آقا اگر دو تا جسم با همدیگه تقابلی داشته باشن، به اون تقابل میگن نیرو، به اثر تقابل میگن نیرو. حالا طبق متن کتاب، متن جزوه ببین، میگه یکای اندازه‌گیریش هم نیوتنه و با نیروسنج قابل اندازه‌گیریه. نمادش هم گفته بودیم چیه؟ نماد نیرو اف و یکای اندازه‌گیریش نیوتنه. بله، با ان نشونش میدن. خب فشار به مقدار نیرویی که به طور عمودی بر واحد سطح وارد میشه. یعنی چی؟ نیرویی که بر واحد سطح وارد میشه، اف آم، فشار گفته میشن. یکای اندازه‌گیری فشار پاسکال. پاسکال که با پی آ نمایشش میدن، اینجا هم نوشتم. هر پاسکال برابر 1 نیوتن بر 1 متر مربع. یعنی چی؟ یعنی ببین اولا که فرمولش اینه، فشار برابر است با نیرو تقسیم بر سطح، یا با اگر بخوایم با نمادشون هر کدوم رو بنویسیم، پی رو پی یعنی همون فشار رو با پی نشون میدن، نیرو یعنی اف، و سطحمون هم که میشه آ، یعنی مساحت اون سطحی که روش داری فشار رو وارد می‌کنی، داری نیرو رو بهش وارد می‌کنی. حالا فرض بگیریم که آقا نیروی F برابره. خب نیروی F برابره، یه نیروی برابر F رو من دارم اینجا به یک سطحی که مثلا فرض کنیم 1 سانتی متر مربع و یه سطحی که اینجا 1 متر مربع. توی کدوم مورد فشار بیشتره؟ توی کدوم مورد فشار بیشتره؟ ببین ما می‌دونیم که فشار P برابر است با F، حالا آم. پی ما اینجا میتونه که تفاوت داشته باشه، اف مون ولی ثابته. در این فرمول اف ما ثابته، چه در شکل سمت راستی و چه در شکل سمت چپی. اف مون ثابته. چیزی که تغییر میکنه چیه؟ آه، سطح میشه گفتش که اون نیرویی که بهش وارد میکنیم. حالا اگر سطح کوچیک‌تر من بذارم اینجا، سطح کوچیک‌تر بذارم، اگه سطح کوچیک‌تر بذاریم، ما میدونیم که اگر مخرج کسر کوچیک بشه، کسر چیه؟ بزرگه. کسر اگه بزرگ باشه اینجا چی بزرگه؟ پی بزرگه، فشار بزرگه. پس اینجا ما یه پی خیلی بزرگی داریم، یه فشار خیلی بزرگی داریم. حالا اگر که من بیام اون سطح بزرگه رو در نظر بگیرم، آقا سطح بزرگه رو گذاشتم، سطح میشه گفتش که مخرج کسر من بزرگه، نیروم اینجا چیه؟ ثابت بوده به نسبت به این فشاری که اینجا وارد شده. چون سطحش، چون مخرج این کسر بزرگتر شده، پس فشار این شکل من چیه؟ کوچیک‌تر به نسبت به این یکی شکل سمت چپ. اینو صرفا یه تو ذهنتون داشته باشین تا بریم جلوتر بهتون بگم. میگه آقا فشار در جامدها، در اجسام جامد. خب حالا بیایم اینجا مبحث فشار. فشار تو این فصل به جامدات، مایع و فشار در گازها. فشار در جامدات که فرمولش رو گفتیم P برابر است با F آم. این فرمول فشار در جامدات. حالا در اجسام جامد وقتی نیروی معینی رو، نیروی F رو بر سطح کوچک وارد می‌کنیم، اون آ کوچیکه، فشار بسیار زیادی به وجود میاد، اعمال میشه. حالا اگر نیروی معین F رو بر سطح بزرگ وارد کنیم، فشار کمی به وجود میاد. مثلا ما توی مثال بگیم، مثلا کفشای اسکیموها، کفشای مثلا اسکیت، کفشایی که توی برف باش راه میرن، دیدین طرف مثلا توی پای خودش، این اگر کفشش باشه، حالا من نقاشیم زیاد خوب نیست، این اگر کفشش باشه، خیلی خوب شد اتفاقا این مورد. حالا این اگر کفش اون فرد باشه، میان چیکار میکنن؟ این کفشایی که مثلا دارم ازش صحبت میکنم، این کفشی که دارم ازش حرف میزنم، این کفش یه همچین حالتی داره. سطحی که نیروی وزن این آدم داره
روش اعمال میشه رو چیکار میکنه؟ بزرگتر میکنه. کفش واقعی طرف همینه، کفش که پاش کرده اینه، ولی این کفش حالا برف نوردی، کفش مثلا اصلا اسکی یا هر چیزی، این متصل میشه، وصل میشه به کفش این خود این یارو و روی برف میمونه، توی برف فرو نمیره. به خاطر چی رو برف فرو نمیره؟ به خاطر اینکه سطح بزرگتر شده، نیرویی که وزن این آدم داره ایجاد میکنه به یه سطح خیلی بزرگتری اعمال میشه، نه به یه سطح کوچیک فقط کف کفش این آدم. و اگر فقط به کف کفشش باشه توی برف فرو میره، اما اگر اینطوری باشه توی برف فرو نمیره. حالا ادامه متن جزء میگه که اگر سطح بزرگ بشه مثل همین شکل اینجا، یا همان نیروی قبلی با همان نیروی قبلی، فشار وارد کمتره، چون که کسرمون مخرج بزرگتری داره. اگر کسرمون مخرج کوچیک باشه کل کسر بزرگه، اما اگر کسرمون مخرج بزرگی داشته باشه کل کسر چیه؟ کوچیک میشه، با در نظر گرفتن ثابت بودن نیرو، یعنی صورت کسر. حالا میگه آقا یک بار لیوان رو از ته روی نمک میذاریم و یه بارم از لبش. خب و میزان فرو رفتگی لیوان در نمک رو برای هر دو حالت با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. ببین بچه‌ها، ته لیوان، خب ته لیوان، این لیوانی که مثلا اینجوری باشه، ته لیوان یه سطح بزرگی داره، خب یه سطح بزرگی داره، اما لبه لیوان چی؟ لبه لیوان سطح کوچیکی داره دیگه، سطحش کوچیک‌تره. این سطح کوچیک‌تر با این سطح بزرگتر داره مقایسه میشه، میگه که آقا توی کدومشون نمک داره، یعنی لیوان بیشتر تو نمک داره فرو میره. خب 100% توی زمانی که لبه لیوان رو روی نمک میذاری. وقتی که ته لیوان رو میذاری، خب سطح بزرگتره، وزنی که اون لیوان داره، نیروی وزنش میشه همون F دیگه، نیروی وزن لیوان میشه همون F ثابته. پس چه روی لبه بذاری چه روی ته لیوان بذاری، وقتی ته لیوان رو میذاری خیلی تو نمک فرو نمیره. چرا؟ چون فشار زیادی رو وارد نمیکنه. ولی وقتی که روی لبه میذاری، چون مخرج کسر کوچیک‌تر میشه، نیروی وزنش هم ثابته، پی ما فشارمون بیشتر میشه و توی نمک فرو میره. میگه که حالا مثال‌های بیشتری اومده جزء زده، میگه تراکتور یا ماشین‌های سنگین، ماشینات راهسازی مثل لودر و ماشین‌های آفرود و یا مثلا تراکتور و 18 چرخه و کامیونا و اینا، همه چرخاشون پهنه، چرخایی که دارن پهنه، یا اصلا چرخایی که دارن تعداد خیلی زیادی دارن. مثلا یک کامیونی که ما داشته باشیم اینجا، این کامیون ما می‌بینیم مثلا چندین چرخ داره، مثلا اگر 18 چرخ باشه مثلا چرخای خیلی بیشتری مثلا میتونه داشته باشه، اینجوری میشه دیگه. خب بعد اینطوری مثلا چرا به این شکله؟ چرا چرخای زیادی بهش میدن؟ چرا مثلا این چرخا زیادن؟ اولا چرخا بزرگن، چرخا پهنن، و دوما زیادن. ببین این ماشینات سنگین وظیفه چی دارن؟ اینکه یه سری بار رو جابجا کنن یا یه سری مثلا کارایی رو انجام بدن. وزن خیلی بالایی دارن دیگه، در نتیجه وزن خیلی بالایی دارن، چه لودر باشه، چه نمیدونم ماشین آفرود باشه، چه تراکتور باشه، چه کامیون باشه، 18 چرخ باشه، یا مثلا 6 تنش باشه، کامیونت باشه، فرقی برای من نداره. اینا همه یه نیروی وزن خیلی بالایی رو دارن اعمال میکنن. اگه نیروی وزنش خیلی بالاست، مثلا بار داره، این منظورم این که مثلا یه باری یه چیزی داخلش پر کردن و این وزن خیلی بالایی داره ماشین، اگه لاستیکای کوچیکی باشه، مثلا لاستیکای سواری، مثلا مثل لاستیک پراید، خب یا مثلا فرض کنیم یه کامیونی الان من دارم، یه کامیونی دارم، مثلا همین کامیون اینجا کلا 4 تا چرخ داره. آره این 4 تا چرخ داره، چرخاش هم کوچیکه، بعد پهنم نیستن، مثلا مثل لاستیک سواری است، فرقی با ماشین سواری نداره چرخای این ماشین. چه اتفاقی میفته؟ اولا اینکه احتمال ترکیدن اون چرخ‌ها هست. چرا؟ چون فشار خیلی بالایی، چون افش صورت کسب بالاست و آی این چرخ‌ها کمتره، سطح این، ببین اینا سطح بزرگتری دارن و این سطح، این چرخ‌های کوچیک سطح کوچیکتری دارن. این اف بزرگ وقتی روش قرار بگیره، اولا ممکنه چرخ‌ها بترکن، بعدش هم این که نیروی وزنی که اعمال میکنه به این چرخ‌ها ممکنه که روی آسفالت زمین چال بندازه، ممکنه که آسفالت زمین رو توی فصل‌های گرما خراب کنه. می‌بینیم که مثلا بعضن توی جاده‌هایی که بین شهریه این اتفاق هم افتاده، مثلا آسفالت خیلی خرابه، آسفالت وزنش خیلی داغونه و اون به خاطر چیه؟ معمولا به خاطر اینه که کامیون‌ها که از اونجا رد میشن توی فصل گرما وزن خیلی زیادی داشتن و با اینکه حالا مثلا چرخاشون بزرگه، با اینکه چرخاشون پهنه، با اینکه تعداد چرخاشون زیاده، پس نیروی وزنشون به چندین نقطه داره اعمال میشه، نه فقط مثلا یه نقطه، و اون نقطه هم پهنه و اینا، باز هم روی آسفالت چالو انداختن. ولی خب حالا اگر که لاستیکمون کوچیک‌تر باشه، اگر چرخمون کوچیک‌تر باشه و اگر تعدادش کمتر باشه، این قضیه بیشتر اتفاق میفته و اینکه نیروی وزن داره با چرخ‌های بزرگتر و تعداد بیشتر، نیروی وزن داره به سطح بزرگتری اعمال میشه. به خاطر همینه که پس میان مثلا توی چرخ عقبی تراکتور، چرخ عقب تراکتور مثلا این تراکتور یه همچین شکلی داره دیگه، تراکتور مثلا اینطوریه، یه همچین شکلی داره، مثلا یه چرخ خیلی بزرگی داره عقبش و یه چرخ کوچیکی داره جلوش. مثلا این چرخ عقبش نیروی وزن خیلی بیشتری رو داره. مثلا ببین چرخا جفتشون اوکی، یعنی مثلا نیرو وزن انداختن، ولی این چرخ عقبیه چون روی سطح، ببین تراکتور یه جوری ماشین کشاورزی به حساب میاد دیگه، حالا کاربردهای دیگه هم داره، ولی خب من بیشتر مثلا توی بحث کشاورزی دیدم تراکتور استفاده بشه. تراکتور قرار روی زمین‌های حرکت بکنه، رو زمین‌هایی بخواد بره که این زمین‌ها زمینای کشاورزی ان، خاک نرمی دارن، ممکنه مثلا
علفی چیزی مثلا اون زیر باشه، یا مثلا نمیدونم دونی چیزی مثلا توی خاک باشه، یا مثلا موقع شخم زدن الان میدونید دیگه جدیدن مثلا میان از تراکتور و ماشینالات استفاده میکنن برای شخم زدن زمین دیگه، مثلا گاواهن و اینجور چیزا ندارن که. این ماشین قرار روی زمین کشاورزی حرکت بکنه و به اون زمین هم آسیبی نزنه، پس میان چرخاشو بزرگ در نظر میگیرن، یه چرخای بزرگی واسش طراحی میکنن که آی خیلی بزرگی داشته باشه، اون نیروی افی که داره، حالا این اف هر چقدر میتونه باشه، اف ثابتی که داره با سطح بزرگی چرخا یه شتاب خیلی کمی به من بده، یه شتاب خیلی کمی به من بده، پی خیلی کوچیک‌تری به من بده. پس به این طریقه که به زمین کشاورزی تراکتور آسیبی نمیزنه. حالا میگه این حالا مثلا چیز ماشینالات رو بهتون توضیح دادم. در ساختن ساختمان‌های بلند بر روی زمین‌های نرم از پایه یک پارچه استفاده میشه تا فشار وارد شده بر کاهش پیدا کنه. بچه‌ها یه ساختمون وقتی ساخته میشه، پیریزی که برای این ساختمون انجام میدن میتونه که مثلا یه همچین حالتی داره. این پی که واسش انجام میدن ممکنه تا چند متر اونورتر از دیوارهای این ساختمون هم بره و داره چیکار میکنه این پی؟ در واقع داره نیروی وزن ساختمون رو تحمل میکنه. خاک نرمه، برای اینکه داخل خاک فرو نره، نشست نکنه این ساختمون ما، میان این کارو میکنن. یه پی خیلی بزرگی تعبیه میکنن براش، یه پی که از دیوارهای ساختمون هم بزرگتره، بیشتره، توی زمین میتونه مثلا فرو بره، توی لایه‌های به صورت افقی نه به صورت عمودی فرو بره، مثلا میخ بره تو دل زمین، یعنی به صورت افقی میتونه مثلا گسترده بشه روی سطح زمین تا نیروی وزن رو روی سطح بزرگتری اعمال بکنه. سطح وقتی بزرگ بشه، دقیقاً مثل همون مثال‌های بالا، سطح بزرگ بشه، نیروی ما ثابت باشه، پیمون چی میشه؟ کوچیک میشه. مثال بعدی چاقو رو اومده به ما میگه ببین یک چاقو خب یکم زومش بکنم. یه چاقو چرا مثلا گوشت رو میبره؟ یه چاقو چرا گوشت رو میبره؟ الان سطح چاقو تیز این نقطه، اصلا ببینید در علم فیزیک ما چیزی به اسم تیزی نداریم، یعنی معیاری برای اینکه بگیم آقا فلان جنس تیزه فلان جنس تیز نیست نداریم. چی داریم اینجا؟ فشار داریم. میگیم آقا این چاقوه فشار بیشتری رو اعمال میکنه. چرا؟ چون سطح تیزه، شاید مثلا این تیزی که دارم میگم این سطح باریکش اینجا خب این سطح بزرگتریه، با این قسمت نمیتونی تو گوشت ببری. حالا ببینید امتحان بکنین میدونین دیگه با این ور چاقو نمیتونین گوشت رو ببرین، ولی این ور که سطحش باریک‌تره، سطح نازکی داره و اصطلاحاً تیزه، وقتی روی گوشت میذاری فشار دستی که بهش اعمال می‌کنی پی بزرگتری ما میده. یه فشار اف، مثلا این فشار اف هم میتونه به این آ بیاد به سطح پشتیش که مثلا میشه اف آم، خب این پی خیلی کوچیکی رو میده و میتونه همین نیروی اف روی سطح مثلا آی کوچیک بیاد، روی سطح باریک‌ترش بیاد و من پی بزرگتری میده. این میشه که این چاقو تیزتر. پس تیزی در چاقو و مثلا چنین چیزایی به این صورت. حالا میگه که اگر روی سطح یک دریاچه یخزده یک امدادگر بخواد حرکت بکنه، امدادگر ما از نردبون استفاده میکنه، مثلا میخوابه روی یخ و بعد خودش میکشه جلوتر، مثلا سر پا وای نمیسه که بخواد حرکت کنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه سطحش بزرگتر بشه، یخ نشکنه و همه اینا. پس ببینید به چندین شکل من اومدم براتون مثال ها رو از همون مثال های جزء بهتون گفتم. فشار در جامدات همینجا تموم میشه، ولی بعدا با هم دیگه میریم متن کتابم میخونیم، نمونه سوالاتش رو هم حل میکنیم. اما فشار در مایعات همینجا بهتون میگم فرمول داره، P مساویه با رو جی هاش یا اچ. رو مساویه رو جی اچ. رو جی اچ چیه؟ بیایم اینورم یادداشتش کنیم، اینجا یادداشتش کنیم. P برابر است با رو جی اچ. رو چیه؟ چگالی. جی همون گرانش زمینه که همون 10 در نظر میگیریم. اچ چیه؟ عمقه. اچ چیه؟ عمقه. در مایعات عمقه. خب حالا در اعماق بیشتر استخر پر از آب، فشار آب بیشتری را برای بدنتون احساس می‌کنید. بعضا دیدین زیرابی که وقتی توی استخر داریم شنا می‌کنیم به گوشمون فشار میاد، به گوشمون مثلا پرده گوشمون درد می‌کنه، گوشمون درد می‌گیره. به خاطر چیه؟ به خاطر فشار آبه این اتفاق میفته. غواصان نمیتونن در عمق بیشتر از 70 متر شنا کنن. چرا؟ چون که ببینید بچه‌ها، حالا جلوتر می‌خونیم، سطح هوا که ما الان باهاش در ارتباطیم، هوایی که تنفس می‌کنیم فشاری داره. فشارش معادل با 1 اتمسفر. این 1 اتمسفر هر 10 متر در عمق آب حرکت بکنیم بریم پایین‌تر، هر 10 متر فشار 1 اتمسفر ما بیشتر و بیشتر میشه. هر 10 متر فشار 1 اتمسفر بیشتر میشه. در عمق 70 متر، بیشتر از عمق 70 متر بخواد حرکت کنه، عمق 70 متر خودش 7 اتمسفره، با این 1 اتمسفر هوا میشه 8 اتمسفر. پس یعنی غواصان، یک انسان نمیتونه که فشار بیشتر از 8 اتمسفر رو تحمل کنه. حالا 8 اتمسفر چیه و اینا رو حالا با هم دیگه بعداً بررسی می‌کنیم. پس چی شدش؟ فشار بیشتر از 8 اتمسفر یک انسان نمیتونه تحمل کنه، غواص نمیتونه زیر آب بیشتر از عمق 70 متری شنا کنه. با افزایش عمق مایع فشار نیز افزایش پیدا میکنه در شکل روبرو ارتفاع آب در روزنه پایین نسبت به روزنه بالای بیشتر. حالا اینا شکلش رو بررسی می‌کنیم. سطح آزاد هم بخونیم بعد بریم روی این شکل‌ها. در ظروف مرتبطه که چند سر متفاوت دارن، یعنی مثلا یک ظرفی داریم ارتباط دارن، این ظرف‌ها هم میگه سراشون جدای از همه، اما انتهای تمامی سرها به یکدیگر متصل است. آب تا ارتفاع یکسانی در تمام نقاط ظرف پخش میشه، بین ارتفاع یکسان سطح آزاد مایع میگن. حالا
بیایم اینجا تو این شکل. ببین بچه‌ها فشار آب در پایین بطری بیشتر است، در بالای بطری هم کمتره. مثلا اینجا الان من پی کوچیک‌تری دارم، اینجا پی بزرگتری دارم. خب حالا چرا اینطوریه؟ ببینید مگه فرمول نبود پی مساویه با رو جی اچ؟ رو که یکیه. خب اختلاف فشار در این ظرف رو که یکیه، مثلا همشون آب، چگالی آبم 1 میگیم، رو که یکیه. یعنی مثلا این دو تا رو بخوایم مقایسه کنیم، این مقایسهشون به چی بستگی داره؟ رو که یکی بود حذفش می‌کنیم، جی که یکی بود حذفش می‌کنیم، فقط به اچ بستگی داره، به عمق بستگی داره. از سطح مایع، ببین سطح مایع، سطح آزاد کجا بود؟ اینجاست دیگه که با هوا در ارتباطه. از سطح آزاد به پایین‌تر که میایم فشار بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. الان ببین اینجا من یک عمق تقریبا مثلا همین بگیم فرض کنیم 1 سانتی متر، مثلا اینجا 1 سانتی متر دارم عمقی که تو این بطری هست. بعد از اینجا تا این قسمت پایین‌تر، حالا من چون تو خط صاف کشیدن یکم ایراد دارم، اینجوری مثلا اینجا الان من بخوام این عمق رو در نظر بگیرم، این عمق من مثلا میتونه باشه مثلا 8 سانتی متر بر فرض. خب این عمقی که من الان اینجا دارم 8 برابر عمق این روزنه بالایی است، سوراخ بالایی است. پس فشارش هم باید چند برابر باشه؟ فشارش هم باید 8 برابر باشه. وقتی اچش ببین یعنی مقایسه فشار در این دو تا شکل اینجوری بود که پی مساویه با اچ، پی مساویه با اچ. گفتم چرا اچ؟ چرا؟ چون که خب در یک مایع داریم بررسی می‌کنیم اینو و چگالیش برابره، در یک گرانش داریم بررسی می‌کنیم، پس جی برابره، حذف میشن اینا همه از دو سمت معادله. تنها چیزی که میمونه اچه که مثلا من در عمق 1 سانتی متر دارم فشار رو اعمال می‌کنم یا در عمق 8 سانتی متر دارم اعمال می‌کنم. اونی که 8 سانتی متره فشار بیشتری داره. چرا؟ چون در این فرمول رو مساویه با پی مساویه با رو ج هاش، رو جی هاش. خب حالا اگر مثلا دارم میگم فرض بگیریم اگر فرمولش مثلا، چون الان فرمول رو جی آش مثلا فرمول فشار در مایعات، هر کدوم از اینها هم اچ هم جی و هم رو چگالی نسبت چی دارن؟ اینا با هم دیگه نسبت مستقیم دارن با فشار وارد شده. اما اگر مثلا نسبت عکس داشتن یعنی چی؟ یعنی که مثلا پی این بالا بود، مثلا فرمولش مثلا اینجوری بود رو جی اچ، مثلا این اچ میاد پایین توی مخرج. اینجور مواقع دیگه اصلا کلا برعکس میشد قضیه، یعنی هر چقدر عمق کمتری اگر داشته باشن فشار بیشتره. ولی خب در حالت عادی تو طبیعت اصلا این همچین چیزی ممکن نیستش که مثلا سطح آب فشار خیلی بزرگی بده، عمق فشار کم بده، مثلا اینجوری داره میگه ما، و این یک چیز غلطیه. من صرفا دارم بهتون توضیح میدم که چرا اینجا توی مقایسه این دو شکل رو برابر با ها شد، چون دو تا سمت معادله رو خالی کردیم، تمیز کردیم، چیزایی که مثلا شبیه هم دیگه بودن زدیم. حالا اچ این ور چون کمتره، رو چیزش فشارش کمتره، اچ این ور چون بیشتره، این پایین صفحه اچش چون بیشتره، پی و فشارش هم بیشتره. این از این کلیت جریان همین بود دیگه. حالا داخل این شکل داریم می‌بینیم دیگه، مثلا این خارج شدن آب رو ببین، مثلا تو این بالایی خارج شدن آب با یه سرعت خیلی کمتری داره انجام میشه، تو این پایینی با یه سرعت مثلا بیشتر، می‌بینی که خیلی عمودی داره مثلا خارج میشه، ولی اینور مثلا نه، خیلی مایل به سمت پایینه، مثلا شاید مثلا قطره قطره داره مثلا خارج میشه. این فشار تو این نقطه خیلی کمتره نسبت به فشار در نقطه پایینی. حالا شکل این پایین رو در نظر بگیریم، این خیلی بچا شکل مهمیه، اصل پاسکال و خیلی از حتی مثلا فشار در فشار هوا، جلوتر قرار فشار هوا، آزمایشی که فشار هوا رو باش بررسی کردن رو قرار بخونیم، همه از این اصل ظروف مرتبط داره پیروی میکنه. اینجا رو یاد بگیریم با هم دیگه. ببینیم ما یه ظرفی داریم که 5 تا سر داره، یه سرش 5 تا سر آزاد داره. خب 5 تا سر آزاد داره، یک سر هر کدوم از این لوله ها، این هر کدوم لوله ان دیگه، یه سر هر کدوم از این لوله ها اینجا سر بسته است متصل به هم دیگه، اینجا سر آزادشونه. از هر کدوم از اینا هیچ فرقی نداره. مثلا من یه پارچه میارم، یه شیلنگ آبو میارم، از اینجا من آبو میریزم داخل، از اینجا وقتی آبو بریزم داخل از این لوله اگر من آبو پر بکنم، وقتی که این لوله خالیه، وقتی که اینجا پر بشه هی بیاد بالا و بیاد بالا، وقتی اینجا شروع میکنه پر شدن، به مراتب اینجا هم شروع میکنه همزمان پر شدن. خب پس در لوله هایی که همتراز با هم دیگه، توی یک تراز قرار گرفتن، توی یک سطح با هم دیگه قرار گرفتن، مایعات اگر که اینا مرتبط باشن با هم دیگه، مایعات با یک ارتفاع از هم دیگه، یعنی توی یک ارتفاع یکسان میان بالاتر، توی یک ارتفاع یکسان قرار میگیرن. حالا بیایم این شکل پایینی رو با این شکل بالایی حالا یه تلفیقی بزنیم، یه ترکیبی بزنیم، یه چیزی ازش در بیاریم که به دردمون بخوره. خب یه اصلی ازش در بیاریم که به دردمون بخوره. بچه‌ها در این ظروفی که سر آزاد و سر مرتبط به هم دیگه دارن، فشار در نقاط همتراز برابره. یعنی فشار اینجا که سطح مایع است، فشار مایع چنده اینجا؟ مثلا 0 باشه، فشار مایع رو سطح مایع مثلا اینجا 0. ولی خب ما میدونیم که مثلا مثال قواس رو زدم، اینجا فشار 1 اتمسفره، روی سطح هوا فشار 1 اتمسفره. حالا میاد پایین‌تر، این دیگه تو سطح علوم نهم نیست، توی دبیرستان، ولی این 1 اتمسفره مثلا هوا رو همیشه در نظر میگیریم. مثلا اینو بعداً قرار دوباره بخونیم تو امثال دهمتون، تو امثال دهم که میرین بخونین اینو بهتون میگن که آقا تا الان داشتین اشتباه می‌زدین، یه فشار هوا هم اینجا هست، فشار هوا رو نباید یادتون بره، فشار هوا رو باید همیشه اعمال کنید، فشار هوا رو باید همیشه در نظر بگیرید. حالا این فشار هوایی که ما اینجا داریم
یک اتمسفره و مثلا ما ولی خود فشار مایع رو، خود فشار مایع یعنی بدون فشار هوا، ما اینجا 0 در نظر گرفتیم و در تمامی این لوله ها چیه؟ در نقطه هم ارزش. ببین در نقطه هم ارزش یعنی مثلا تو این نقطه تمامی اینا فشار برابر 0 دارن. حالا توی یه نقطه دیگه ای من اینجا مثلا اعمال کنم چی؟ تو این نقطه که اینا همشون نقاط همترازن مثلا فشارشون هم برابره، حالا یه فشاری داره به من ربطی نداره فشارش چنده، یا مثلا در عمق پایین‌تر بیاد، مثلا نزدیک کف ظرف یه فشار خیلی بزرگتری به من میده از این فشار اینجا هم حتی بیشتر. متوجه شدین؟ پس یعنی طبق این شکل اینجا هر چقدر که عمق بیشتر بشه از سطح آزاد مایع که اینجا باشه، از سطح آزاد هر چقدر عمق بیشتر بشه فشار بیشتر میشه. حالا میایم پایینتر تو این شکل میگه آقا ما در ظروف مرتبط به هم که چند سر آزاد داره نقاط هم ارز فشار برابر با هم دیگه دارن. حالا اینو فعلا داشته باشیم، بریم برای ادامهش تا بهتون بگم کجا کاربرد داره. میگه که در لوله کشی منابع آب رو در مناطق مرتفع میسازن تا آب با فشار طبیعی اجرا شده و از در ارتفاع. اینو میریم حالا توی مثال بهتون میگم، توی شکل‌های کتاب بهتون میگم. بعد اینجا میگه که فشار حاصل از مایعات به سه عامل چگالی مایع روی مایع، شتاب گرانش زمین که جی باشه و ارتفاع ستون مایع یا همون مثلا عمق. ما میگیم دیگه عمق از سطح آزاد. عمق چیه؟ اختلاف فاصله از سطح آزاد مایع. یعنی مثلا سطح آزاد مایع که الان اینجاست این شکل، یا مثلا سطح آزاد مایع اینجا پاک شد کنم. حالا این سطح آزاد مایع این یکی مایع مثلا اینجاست، هر چقدر ما میریم پایینتر فاصله میگیریم از سطح آزاد مایع درون مایع فرو میریم ما عمق بیشتری داریم و حالا میشه مثلا ارتفاع ستون مایع مثلا اینطوری در نظر گرفتیم، فرقی نداره. با افزایش هر یک از این سه عامل مقدار فشار نیز افزایش پیدا میکنه و چگالی آب خالص 1 گرم بر سانتی متر مکعب است. چگالیش برابر 1 گرم آب خالص دیگه. میگه که آب چگالیش برابر با 1، مگر اینکه یه مایع دیگه باشه مثلا روغن باشه به من چگالی رو بدن، ولی همیشه من چگالی رو 1 در نظر میگیرم. همیشه شتاب گرانش زمین رو 9.8 ولی معادل 10 در نظر میگیرم و ارتفاع مایع هم که داخل هر مثالی متفاوته. اصل پاسکال. بریم اینجا از اینجا بعدش یه قراره که جریان جالب‌تر بشه. ببین برمیگردیم بعدا به اون لوله های مرتبط مثلا تو این اندازه‌گیری فشار هوا. ببین اینجا رو نقطه همترازی داریم. نقطه همترازی فشار چی بود؟ برابر. حالا میریم جلوتر میخونیم ولش کن، الان نمیخواد بپردازیم بهش. اصل پاسکال من چی میگه؟ میگه که آقا اگر بر بخشی از مایع که در ظرفی محصور شده باشه فشاری وارد بکنیم، نیرویی وارد بکنیم، این فشار این نیرو بدون تغییر به بخش‌های دیگر مایع و دیوارهای ظرف وارد میشه. این ویژگی رو اصل پاسکال میگن. حالا بیا اینجا ببین بچه‌ها. خب بچه‌ها ببینید این چیزی که دارم میکشم چیه؟ یک ظرف نامنظمه. خب یه ظرف چیه؟ نامنظمه. این ظرف نامنظم ما پر از چیه؟ پر از مایع است. این پر بودنش از مایع به چه درد ما میخوره؟ میخوایم چی رو مثلا برسونیم؟ چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ میخوایم بگیم که آقا سطح آزاد مایع کجاست بچه‌ها؟ سطح آزاد میتونه کجا باشه؟ این پر از مایع شد، این محصوره، یعنی مثلا هوا با این ظرف ارتباط نداره، با مایع داخل ظرف هوا هیچ ارتباطی نداره. ولی سطح آزاد کجاست؟ سطح آزاد میشه بالاترین نقطه‌ای که مایع میتونه وجود داشته باشه. این میشه مثلا سطح آزاد. پس یعنی اینجا در این نقطه، در این مثلا نقاط من مشخص کنم، در این نقطه من اچ بزرگتری دارم، عمق بیشتری دارم. اینجا چی؟ اینجا من اچ کوچیک‌تری دارم. مثلا اینجا یه اچ مثلا بزرگی میشه مثلا، ولی خب نسبت به این کوچیک‌تر و نسبت به این بزرگتر. حالا کاری ندارم. ببین اینجا رو من خب من اینجا یه پیستون دارم. خب این پیستون متصل به این ظرف مثلا سرنگ. خب این مثلا این ظرف مثلا میتونه سرنگ باشه، ولی خب من دارم شکلش هم مثلا کج و کلو عجیب غریب کشیدم که بگم آقا توی هر ظرفی همینه، توی هر شکلی همینه، توی هر ظرف محصوری همینه، هیچ فرقی نداره چه مثلا شکلش مثلا سرنگ باشه چه شکلش مثلا یه چیز دیگه باشه، کلا همینطوری باشه، مثلا کج و کلو و نامنظم باشه. خب من اینجا با این پیستونی که اینجا هست یه فشاری رو اعمال میکنم به مایع درون این ظرف. خب من یه افی رو دارم بهش وارد میکنم به یک سطحی، افی رو دارم وارد میکنم به یه سطحی، پس میشه یک پی. فشار هر کدوم از این نقاط چیه بچه‌ها؟ به واسطه این عمقی که اینجا داره این مایع، به واسطه هر عمقی که اینجا داره، این عمق اینجا یه فشاری داره، این عمق اینجا هم یه فشاری داره، این عمق اینجا هم یه فشاری داره. فشار این ببین مثلا من اینجا میگم اینجا نقطه 1، اینجا نقطه 2، اینجا هم نقطه 3. حالا پی 3 بزرگتر از پی 2 و بزرگتر، اینم بزرگتر از پی 1. درسته؟ یعنی پی 3 عمق بیشتری داره دیگه، پس فشار بیشتری هم داره.
نقطه سوم فشار بیشتری داره، نقطه اول هم کمترین فشار تو این مثال ما. حالا من یه فشاری رو وارد کردم بهش، به این ظرفم یه فشاری رو وارد کردم. این فشار واسه چه اتفاق میفته؟ به تمام نقاط این ظرف این فشار اعمال میشه، چه به این نقطه 1 چه به این نقطه 2 چه به این نقطه 3، چه اصلا اینجا چه اون بالا، چه اصلا عمودی به سمت بالا. الان مثلا ببین فشار اینجا داره چطوری الان اعمال میشه، من اینو بهتون بگم. فشار الان اینجا چطوریه رو بهتون بگم. ببینین فشار الان به چه شکله. خب فشار الان اینجا چطوریه؟ مستقیما به سمت خب فشار الان کجا رفتیم؟ خب ای تو آقا اذیت نکن. فشار الان اینطوریه، خیلی فلش بزرگیه ولی خب حالا مهم نیست. فشار الان عمود بر سطح دیگه. فشار مگه نیروی 1 نیوتن بر عمود بر یک سطح نبود؟ سطحش الان به سمت مثلا این در اینجا سطحش الان اینه که به سمت راسته، در شکل‌های پایین‌تر هم فشار اینجا فشار سمت راست اعمال میشه، اینجا چپ اینجا هم راست، عمود بر اون سطحش فرقی نداره. حالا این فشاری که اینجا مثلا من فشار نمیدونم یه اسمی بذاریم براش، مثلا پی ایکس. خب این پی ایکسی که اینجا هست، پی ایکسی که وارد میشه، پی ایکس به این نقاط اضافه میشه، این میشه پی ایکس. اینجا مثلا میشه پی به علاوه اینجا دیده نمیشه، مثلا میگیم پی ایکس، اینجا هم پی به علاوه پی ایکس. حالا دیگه من کاری ندارم، این فشار یک فشار ثابته که به کل نقاط وارد شده. پی 3 از همه فشار بیشتری داشت، پس اینجا هنوزم پی 3 فشار بیشتری داره چون با پی ایکس جمع شده. پی 2 یه فشار متوسط داشت و الان هم که با پی ایکس جمع میشم هنوزم یه فشار متوسط داره. پی 1 یه فشار کمتر داشت و حالا که با پی ایکس داره جمع میشه هنوزم یک فشار کمتری داره نسبت به بقیه نقاط داخل این ظرف. این شدش اصل پاسکال. اصل پاسکال، پس آقای پاسکال به ما گفته که اگر یک ظرفی داشته باشیم، ظرف ما مایعی داشته باشه که محصور باشه، یعنی مثلا هیچ میشه گفتش که مثلا ارتباطی با هوای بیرون با فضای بیرون نداشته باشه، من اگر بیام به یه نقطه از این مایع یه فشاری رو با یه پیستون وارد بکنم، یه فشاری رو وارد بکنم، این فشار به کل نقطه، به کل این ظرف، به کل این نقاط وارد میشه. این شدش اصل پاسکال. حالا بچه اصل پاسکال امروزه در چندین جا به درد ما خورده. بالوبره‌های هیدرولیکی، ترمز هیدرولیکی ماشین و جک روغنی و غیره. مثلا اینجا الان میتونیم بریم بعد نگاه بکنیم که چطوری این اصل پاسکال اومده باعث به وجود اومدن این وسایل شده، این ابزارها شده. خب ببینید، زوم کنیم این تصویر ترمزا. ما داریم رانندگی می‌کنیم، مسیر خودمون رو میریم. مسیر خودمون رو داریم میریم. خب زمانی که داریم مسیر خودمون رو میریم یهو به این مانع برخورد می‌کنیم، سری پامون رو می‌ذاریم روی ترمز، یه فشاری به این ترمز وارد می‌کنیم، به پدال ترمز. وقتی یه پدال ترمز رو فشار وارد می‌کنیم، همین فشاری که ما وارد کردیم اینجا، این پی که ما وارد کردیم، ببین نیرویی رو وارد کردیم به سطح چی؟ به سطح پدال. پس یه پی داره، یه فشاری داره. همین نیرو، همین فشار اومده وارد میشه به پیستون. پیستونی که پر از روغن ترمزه. روغن ترمز رو شنیدین دیگه. روغن ترمز درون این لوله ها، درون لوله هایی که حالا مثلا متصل میشن به چرخ ها و به مثلا دیسک مثلا چرخ یا مثلا کاسه ترمز. ببین ما اینجا ترمزمون یا دیسکیه یا کفشک و کاسه ایه. خب حالا این فشاری که وارد میشه در کل این لوله یکسانه، یعنی این فشار به اینجا وارد شده، به اینجا وارد شده، به اینجا وارد شده و به اینجا هم وارد شده. خب پس یعنی این فشار داره در کل این لوله حرکت میکنه، مثلا به اینجا هم وارد شده، این فشار به تمام لوله داره فشار وارد میشه. ولی خب به پیستون ها میرسه در نهایت. ما چون مثلا این فشار اگر یک فشار بسته‌ای بود، یک فضای بسته‌ای بود، پیستون نبود جلوش، این پیستون ها حرکت نمی‌کردن، این لوله اصلا میترکید به واسطه این فشاری که ما اصلا داشتیم وارد لوله باعث میشه لوله بترکه، اصلا ممکن بود این لوله بترکه. ولی حالا این پی من اینجا میاد به این پیستون ها فشار وارد میکنه، این فشار من روی این پیستون های دیگر هم فشار بهشون وارد میکنه و باعث میشه که اینا بسته بشن. این پیستون که بسته بشه در مدل کاسه ترمز و کفشک ها رو ببین، ما یه فنر بازگرداننده داریم که این فنر میدونیم که فنر دوست داره کوچیک بشه دیگه، فنر کش میاد جمع میشه. این فنر دوست داره که کفشک ترمز رو همیشه به سمت داخل جمعش کنه، ولی پیستون ها میان چیکار میکنن؟ کفشک ترمز رو به سمت بیرون بازش میکنن. حالا این پیستون اومده فشار وارد کرده، کفشک ترمز میاد اینجا، کفشک ترمز میچسبه به کاسه ترمز اینجا، یعنی این فاصله ای که بینشون هست فاصله صفر میشه، میچسبه به کاسه ترمز. وقتی که بچسبه باعث چی میشه؟ توقف. و حالا این مدل کاسه ترمز در چرخ‌های عقبی وجود داره. در چرخ‌های جلویی ما دیسک داریم، دیسک ترمز داریم و بالشتک. مثلا میگن آقا
لنت ترمز و اینا همینجوریه. حالا این دیسک من متصل به چرخه و داره میچرخه برای خودش. دارم شروع می‌کنم چرخیدن، ما داریم حرکت می‌کنیم، فشار رو وارد کردیم، به پیستون وارد شد و در نهایت اومد به این پیستون‌های دور دیسک وارد شد. از دو سمت میاد این پیستون‌ها، داریم می‌بینیم دیگه، از دو سمت داره بالشتک رو میچسبونه به صف دیسک. وقتی که این فشار وارد میشه، بالشتک به سمت دیسک میچسبه و این دیسک رو متوقف می‌کنه. چرخش دیسک رو متوقف می‌کنه، پس چرخش کل چرخ هم متوقف میشه. پس اینجا ما باعث توقف میشه. این است. این پس چی بود اینجا؟ اصل پاسکال بود که داشت کار می‌کرد دیگه. درسته؟ تمام این موارد اصل پاسکال بود. حالا جک هیدرولیکی رو بیام با هم نگاه کنیم، یا مثلا بالابر هیدرولیکی، فرقی نداره اسمش. ببین اینجا رو در این میدونیم که این پایین اینا متصلن، پس کاری نداریم. این بالاتر قشنگ بزرگ ببینیم شکل. بچه‌ها من یه نیروی اف رو وارد می‌کنم و به یک سطح خیلی کوچیک. میدونیم که فشار در این دو تا لوله با هم دیگه برابره. فشار در این دو تا لوله با هم دیگه برابره. چون این دو تا لوله متصل به همن، دو تا لوله مرتبط با همن و از اصل پاسکال دارن پیروی میکنن. چرا؟ چون که این لوله‌اش پر از مایعی که محصور شده است، بسته شده است. خب حالا این مایع میتونه روغن باشه، مثلا آب باشه، هر چیز. حالا چون فشار من برابره F1 من بیا همین بالا نیستم. F1 A1 من با F2 A2 من باید که برابر باشه. چون پیا با هم دیگه برابر. حالا ببینید درسته بنویسیم. خب اینو بخوایم بنویسیم دوباره میگیم که آقا A1 برابر با A2، میدونیم که A2 سطح بزرگتریه به نسبت به A1 و اینجا نیرویی که با F1 داریم وارد میکنیم اینجا هم F2. و ببینید نیروی F1 بچه‌ها، یک چیزی رو شما باید الان بدونید در این جک‌های هیدرولیک، یک مسئله‌ای که هستش. حالا اینجا مثلا ممکنه توی سال نهم شما خیلی نخونینش، ولی خب یک بحث مهمیه، باید بدونین. الان من بهتون میگم. اونم دلتا ایکس. اینجا دلتا ایکس منظور از دلتا ایکس چیه؟ جابجایی. دلتا ایکس یعنی چی؟ جابجایی. ببین بچه‌ها، من اینجا نیروی وزن خیلی بیشتری دارم دیگه، دبلیو خیلی بزرگی دارم. مثلا این ماشین رو من اینجا باید با دست خودم جابجا کنم. مثلا میگیم مکانیکی، ماشین تو میذاری روی همین جک هیدرولیک، مکانیکی همینجوری داره با یه دونه دکمه، مثلا یه دکمه خیلی مثلا دستی، مثلا با دستش داره یه چیزی رو میچرخونه، یه چیزی بالا پایین میکنه. اون چیزی که داره بالا پایین میکنه این جک هیدرولیکه. گرفته اونو داره مثلا فشار میاره بهش با جک هیدرولیک، ماشین تو میاره بالا، با یه دونه دست داره همزمان با هم داره صحبت میکنه، مثلا حواسش هم پرت اینو داره میاره بالا. خب این طرف زور زیادی نداره که، طرف مثلا این نیستش که اون مکانیک داره اینو میاره بالا، داره اصل پاسکال ماشین رو میاره بالا. اصل پاسکال اینجا من میگه که آقا من وقتی فشاری وارد میکنم و این پیستون رو به یک میزان جابجا میکنم، چون سطح این پیستون کوچیکه و چون نیرویی که من وارد میکنم کمه و چون نیرویی که اینجا باید وارد کنم زیاده و سطح خیلی بزرگه، نیرو زیاده، نیرویی که باید وارد کنم نیرویی که به وزن ماشین باید غلبه کنه. پس نیروی بزرگتری باید باشه، اما سطح بزرگه، سطح هم بزرگه، پی من کوچیک میشه. سطح اگر بزرگ باشه پی من کوچیک میشه. پس یه چیزی باید این وسط فرق داشته باشه. من اینجا باید یک دلتا ایکس خیلی بزرگی رو هی با دستم جابجا کنم، هی مثلا باید مثلا از یک فاصله 1 متری، مثلا اینجا من باید جکمو 1 متر با دستم جابجا کنم که اینجا مثلا 5 سانتی متر ماشین بره بالا. متوجه شدین؟ اینطوری مثلا 1 متر من هی دارم با جک، مثلا ماشین با اون جکی که تو دست منه دارم فشار وارد میکنم، ماشین 5 سانت هی داره میره بالا. پس جریان از این قراره. در جک‌های هیدرولیک هم به این صورته. امیدوارم که متوجه شده باشین. ببینید اف من اینجا، پی من در نهایت فشار من اینور با فشار من اینور برابره. افی که من اینجا وارد میکنم کمتره و افی که اینجا من باید وارد بکنم به وزن ماشین باید غلبه بکنه. خب به وزن ماشین باید غلبه کنه، یعنی اف خیلی زیادی باید اعمال کنم و اینجا من سطح خیلی کوچیکتری دارم، اما اینور سطح خیلی بزرگه. اینجا من باید یک فاصله ای رو هی با این جکم، حالا مثلا این خارج از کتابتون میشه ولی خب باید بدونین اینو دیگه که مثلا چطوری کار میکنه. صرفا این دارم بهتون میگم. یک فاصله ای رو دلتا ایکس رو هی دارم جابجا میکنم، با این جک هی دارم فشار وارد میکنم، اون فشاری که وارد میکنم میره اونور، مثلا یک فاصله خیلی کمی رو داره جابجا میکنه. من اینجا باید با دستم 1 متر این پیستون رو فشار بدم، این جک رو فشار بدم 1 متر بعد جابجاش میکنم تا اونور 5 سانتی متر بخواد برای من جابجا بشه. حالا اینجا هم که داره همین توضیح میده، مثلا این چیزی که من اومدم بهتون گفتم، میگه که درون محفظه بالابرهای هیدرولیکی از روغن پر میشه. فشاری که بر یک طرف پیستون جک وارد میشه به طرف دیگه منتقل میشه، یعنی فشار برابر. چون سطح پیستون در دو طرف یکسان، چون سطح پیستون هم یکسان نیستش، این آی که اینجا بود کوچیک بود، آی اینور بزرگ بود، سطح برابر نیست. نیروی کوچیک که وارد شده بر سطح کوچیک میتونه فشاری برابر با نیروی بزرگ بر سطح بزرگ وارد بکنه. چون فشارها برابرن، اف اینور که مثلا یه اف دست منه، گفتم مکانیک میاد با دست خودش همینجوری زور یارو زیاد نیستش که، ولی به نیروی وزن اون سمت باید غلبه بکنه. رابطه‌ای که اینجا در میونه بین فشار میگه که F1 A1 F2 A2، اما یه دلتا ایکسی هست، یه دلتا ایکسی هم هست که من اینجا باید دلتا ایکس بیشتری رو جابجا کنم که اونور 5 سانت مثلا ماشین حرکت کنه بره سمت بالا.
فقط این رو شما در نظر داشته باشین. پس اصل پاسکال رو داشتیم. اصل پاسکال در فضای محصور بود که این اصل پاسکال از این قاعده بالا هم داشت پیروی میکرد که در نقاط از هر دو تاشون داره پیروی میکنه که در نقاط هم عرض هم تراز یا هم عرض فشار برابر به هر چقدر که عمق من بیشتر باشه از سطح آزاد مایع چی بیشتره؟ فشارم بیشتره. این بودش کل فشار مایعات. ما یه دونه فشار گاز هم داریم. یه دونه فشار گاز هم داریم. اینی که حالا متوجه شدین تا به اینجا. فشار گاز رو هم داریم که بچه‌ها فشار گازها برابر با 76 سانتی متر جیوه. فشار گازها برابر 76 سانتی متر جیوه و برابر این 76 سانتی متر جیوه معادل 1 اتمسفر. خب حالا بریم اینجا بخونیم مثلا چرا، یعنی چی این حرفی که من اومدم بهتون زدم. ببینید فشار بچه‌ها، فشار در گازها از سطح دریا در نظر گرفته میشه. از سطح دریا در نظر گرفته میشه. هر چقدر درون دریا فرو بریم فشار بیشتره و هر چقدر از دریا دورتر بشیم فشار کمتر میشه. فشار هوا بیشتر میشه یعنی کمتر میشه. پس متوجه شدین؟ شما بیاین اینجوری در نظر بگیرین. میتونیم اینو واقعا اینطوری در نظر بگیریم که ببین مثلا من اینجا الان جو رو دارم. این مثلا جو من. خب جو هم شما یک لایه در نظر بگیر. اون بیرونش که هیچی اصلا فشار بی خیال، اون بیرون چه جوری اینا. ولی در از جو تا سطح دریا هر چقدر میایم به سطح دریا نزدیکتر میشه یعنی عمق خیلی بیشتری رو از جو اومدیم دیگه. عمق اینجا یعنی هر چقدر میایم پایینتر پی بیشتر میشه و در عمق دریا هم هر چقدر بیشتر فرو میریم پی بیشتر و بیشتر میشه. فشار بیشتر میشه. اینطوری میتونید نظر بگیرید. و یعنی برعکس در هوا برعکس اتفاق میفته. هر چقدر من ارتفاعی که دارم میگم اون اچ من توی مایعات عمق بود ولی در گازها ارتفاعی هر چقدر من برم بالاتر فشار هوا کمتر میشه. چرا؟ چون تراکم مولکول‌های هوا کمتر شده. یعنی من اگر اینجا مولکول‌های بیشتری داشته باشم از هوا، این همه مولکول‌های من باشن، وقتی که برم بالاتر این مولکول‌های دارن کمتر میشن. می‌بینید مثلا این پایین تراکم بیشتری داره، بالا تراکم کمتری داره. و بر هر سانتی متر مربع از بدن ما در حدود 10 نیوتن نیرو وارد شده. این 10 نیوتن نیرویی که وارد میشه معادل مثلا همون 1 اتمسفری که داره میگه. یعنی هوا کلا فشار هوا برابر با 1 اتمسفر بر هر سانتی متر بدن ما حدود 10 نیوتن نیرو داره وارد میکنه. ولی ما این بدن ما نیرو رو متوجه نمیشه. اون فشاری که هوا داره به ما وارد میکنه متوجه نمیشه چون درون بدن ما هم فشار خون هست. حالا اینا من اینجا بهتون بگم چون ما فشار خون رو داریم، فشار خون ما داره اون فشار هوا رو خنثی میکنه به نوعی. و یه چیز دیگه هم تازه بهتون بگم، فشار خون ما از فشار هوا بیشتره. فشار خون ما از فشار هوا بیشتر. برای همینه که زمانی که مثلا یه نفر دستش مثلا قطع میشه یا مثلا یه زخمی در بدنش ایجاد میشه، زمانی که یه قطع عضوی اتفاق میفته، خون چطوری پمپاژ میکنه به سمت بیرون. مثلا اینجا اگر اون دست اون آدم باشه مثلا قطع شده، خون اینطوری داره میپاشه بیرون. اینکه خون داره میپاشه بیرون به چه دلیله؟ به خاطر اینکه فشار خون خیلی بیشتره. فشار خون خیلی بیشتره. مثلا اینجا فشار چون زیاده داره میپاشه بیرون دیگه. و در بدن ما هم به این شکله، چون فشار خونمون زیادتر از فشار هواست، خون داره میپاشه بیرون. پس ما این فشار هوا رو نمیتونیم متوجه بشیم، نمیتونیم درکش کنیم، نمیتونیم فهمش مثلا فهمی در ما از اون وجود نداره چون فشاری بهمون وارد نمیشه توی فکر خودمون. حالا فشار گاز درون ظرف دربسته بر اثر برخورد مولکول‌های گاز با دیواره ظرف به آن فشار وارد میشه و هر چه تعداد مولکول‌ها یا جنبش. ببین داره میگه که من یه ظرف بسته دارم، مثلا یه شیشه مربع دارم، پرش کردم از هوا، یعنی مثلا همین که درجه بدم پر هواست دیگه. و هر چه تعداد مولکول‌ها بیشتر بشه، یعنی من بیام فشار بیام داخل این ظرف رو فوت کنم، مولکول‌های هواشی میشن بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن. ولی حالا مثلا یه نی اینجا باشه، از این نی من بیام این هوایی که داخلش هست رو بکشم بیرون، یه مکش ایجاد بکنم. این مکشی که اینجا ایجاد بکنم، مولکول‌های هوا اینجا کمتر میشه و زمانی که مولکول‌ها کمتر بشه فشار کمتر شده، زمانی که مولکول‌ها بیشتر بشه فشار بیشتر شده. و این مولکول‌ها جنبشی دارن، درسته؟ این مولکول‌های هوایی دارن یه حرکت میکنن، یه جنبشی دارن. میدونیم که جنبش ذرات با گرما افزایش پیدا میکنه و هر چقدر حالا من این ظرف و این هوایی که اینجا هست رو من گرمش بکنم، من این هوایی که اینجا هست رو گرمش بکنم، چه اتفاقی میفته؟ فشار اینجا بیشتر میشه چون مولکول ها حرکت بیشتری دارن. پس یه دونه گرما بود، یه دونه هم که گرما بود که فشار رو بیشتر میکرد، یه دونه هم وجود خود اون مولکول ها، یعنی اون مولکول ها اولا حرکتشون و وجودشون هم حرکتشون هم وجودشون فشار رو برای ما بیشتر یا کمتر میکنه. میگه در تابستان با گرم شدن هوا هوای درون لاستیک خودروها فشار هوا بیشتر شه و ممکنه که لاستیک بترکه. پس این ذرات درون مثلا ذرات هوای درون لاستیک ماشین شروع میکنن به جنب و جوش بیشتر و شروع میکنن به ضربه زدن مثلا تایر ماشین و ممکنه که بترکه اون لاستیک. اما زمانی که گرما کلا زیاده، گرما مثلا تو تابستون گرم شده هوا، میان یه ذره گاز درون هوای درون لاستیک‌ها یه ذره کمتر میکنن که نترکه دیگه. حالا مثال بعدی زودپزه که روی اجاق گاز وقتی قرار بگیره بخار اضافیش از دیگ خارج نشه باعث پرتاب شدن یا ترکیدن زودپز میشه. حالا اون سوپاپی که داره یه ذره بازش میکنن، سوت میزنن، شروع میکنن سوت زدن با فشار گازی که داره خارج میشه، شروع سوت زدن. اون اگر
به اندازه کافی هوا خارج نشه. حالا مثلا این اتفاق افتاده براتون یا نه که مثلا زودپس بخواد بترکه، ولی خب امیدوارم که نیفتاده باشه و نیفته، ولی خطرناکه، باعث ترکیدن زودپس میشه اگر که بلد نباشین از زودپس استفاده کنین. اندازه‌گیری فشار هوا. حالا چی شد که آقا ما فهمیدیم که اصلا هوا فشار داره؟ چی شد که ما فهمیدیم که هوا فشار داره؟ یه دانشمندی به نام توریچلی، فیزیکدانی بود ایتالیایی، با اندازه‌گیری ارتفاع ستون جیوه تونست که فشار هوا رو در نظر اوکیش بکنه، یعنی پیداش بکنه. بیایم اینجا، خب بیایم اینجا فشار گازها. اینو داشته باشیم، این آزمایش رو توضیح بدم براتون. ببینید رفقا، این آقای توریچلی یک ظرفی داشت، یه ظرفی داشت که پر از جیوه بود. ظرفش رو می‌بینین کاملا پر از جیوه است. خب حالا کاملا پر از جیوه است، لب به لب پر از جیوه است. اومد روی درون یه ظرف دیگه‌ای که پر از جیوه است، خب درون یه ظرف دیگه‌ای که پر از جیوه است، این لوله پر از جیوه رو که طول این لوله چقدر بوده؟ 1 متر یا 100 سانتی متر. خب 1 متر یا 100 سانتی متر طول این لوله بوده. میاد دستشو میذاره اینجا، مثلا یه دری میذاره روی این ظرف، کلا محصورش میکنه، مثل اون قضیه پاسکال، مثل اون جریان پاسکال که اتفاق افتاد. کلا این یه لوله محصور شده است. اینم یه تشت پر از جیوه است، یه ظرف کاسه پر از جیوه است، هیچ فرقی نداره حالا چیه و اینا. یه ظرف پر از جیوه است، بالاش هم بازه. اینجا اصلا فشار هوا، اینجا هوا هست، اما اینجا هوا نیستش. خب حالا بیا اصلا بخوام اینو من واسهتون اوکیش بکنم، راحت‌تر بخوایم بفهمین هر چیزی. بذار من اینو اینجا بذارم، این سفید دیگه. آره خب اوکی دیگه، همه کار دارم میکنم اینا. خب اینم کامل، بدون که این ظرفه مثلا بسته نیستش، اما اونی که بسته است. خب حالا آقای توریچلی میاد این ظرفو که درش بسته است، اصلا این ظرف بسته است دیگه خودش، من بچه اینو اینجا کشیدم، خود ظرف بسته است، دارین میبینید ظرف بسته است. این لوله بسته رو درش بسته، حالا برداشته آورده اینجا، این لوله بسته رو آورده اینجا و چیکار میکنه؟ این لوله رو برعکسش میکنه. میتونم جابجا کنم اینا رو، میتونم آره فکر کنم بشه اینو. ای بابا خب این لوله رو برمی‌دارم میاره چیکار میکنه؟ اینو بذاریم کنار، دوباره رسمش کاری نداره. این همون لوله است که آوردتش و برعکسش میکنه، درون این ظرف قرارش میده. وقتی برعکسش میکنه این ظرف رو، خب وقتی که برعکسش میکنه این ظرف رو، یه لحظه صبر کنیم بچه‌ها. خب وقتی که میاد برعکس میکنه ظرف لوله‌اش رو، این لوله لازم داره که تخلیه بشه دیگه، نیاز داره که اون جیوه‌ای که داره تخلیه بشه. خب بچه‌ها این لوله الان باید شروع کنه به تخلیه شدن و یه مقداری از این جیوه‌ای که اینجا هست تخلیه میشه، اما مابقیش میمونه. خب پس یه مقداریش تخلیه میشه، مابقیش داخل لوله میمونه. چقدرش تخلیه میشه؟ این میزان. و چقدر باقی میمونه؟ این میزان. این میزانی که باقی مونده چقدره؟ 76 سانتی متره. این میزانی هم که اینجا خالی شده از اون 100 سانتی متر چقدر بوده؟ 24 سانتی مترش خالی میشه، 76 سانتی مترش باقی مونده. خب 76 سانتی متر اینجا برای من باقی مونده. حالا طبق نقاط هم‌عرض، من این قسمت رو سریع بهتون درس بدم یه ذره. این طبق نقاط هم‌عرض داریم می‌بینیم که الان این نقطه با این نقطه چیه؟ هم‌عرض. این دو تا نقطه با هم هم‌عرضن. اینجا روی این نقطه چه فشاری هست؟ روی این نقطه چه فشاری هست؟ فشاری که فشار هواست. اوکی؟ فشار هوا روی این نقطه الان وارد شده. درسته؟ فشار هوایی که وارد شده، فشار هوایی که اینجا روی نقطه هم‌عرض این لوله وارد شده، برابر با فشاری که دقیقاً ما اینجا داریم. برابر با این فشاری که دقیقاً ما اینجا داریم. الان اینجوری بکشم بهتر. برابر با این نقطه است. اینجا روی این نقطه چقدر از مایع هست؟ 76 سانتی متر. این بالا که خلا، اینجا هیچ فشاری نداره. اینجا خلا میشه. اینجا مکشه دیگه، این هوای اینجا جریان نداشت. اینجا هوا نبود. درسته؟ هیچ هوایی اینجا نبود.
خب حالا اینجا 76 سانتی متر ما جیوه داریم. چون این دو تا نقطه هم عرض هم دیگن، این نقطه فشارش 76 سانتی متر جیوه است، این نقطه هوا هم باید معادل 76 سانتی متر جیوه باشه. حالا پس ببینید این میزان هوا، این 24 سانتی متری که اینجا بوده، 100 سانتی متر کل طول لوله بوده، این 24 سانتی متری که تخلیه شده خالی شده بیشتر بوده، فشار بیشتری بوده، یعنی 100 سانتی متر فشار هوا از این 76 سانتی متر هوا فشارش. پس ما فهمیدیم که در سطح دریا یعنی همتراز سطح دریا فشار برابر فشار هوا برابر با 76 سانتی متر جیوه است. اگر یک لوله 100 سانتی متری رو محصورش کنیم با جیوه، پرش کنیم، یعنی لوله رو جیوه رو داخل یک لوله 100 سانتی متری محصور کنیم، برعکسش کنیم بدون اینکه اون جیوه خالی بشه، بدون اینکه هوا داخل لوله باشه، برعکسش کنیم داخل یه ظرف جیوه قرار بدیم، 24 سانتی متر از اون جیوه خالی میشه و 76 سانتی مترش باقی میمونه. معادل 76 سانتی متر درون لوله باقی میمونه. اون 76 سانتی متر معادل فشار هواست. اما اون 24 سانتی متری که خالی شده معادل چیه؟ معادل فشار بیشینه درون لوله بوده که تخلیه شده درون این ظرف. حالا این 76 سانتی متر جیوه که درون لوله است دوست داره بریزه پایین دیگه، اینم دوست داره که بیاد پایین، بریزه پایین. چی داره نمیذاره؟ این ببینیم خلأ ایجاد میشه، اینجا همش داره خلأ ایجاد میشه. ولی چی داره نمیذاره که این تخلیه بشه؟ فشار هوای 76 سانتی متری. پس اینجا رو تو میتونی مثل ترازو در نظر بگیری که این ور ترازو وقتی 76 سانتی متر جیوه هست، این ور ترازو هم باید معادل با 76 سانتی متر جیوه باشه. اینم از این. خب بچه‌ها فشار در گازها رو هم بهتون توضیح دادم. این مقدار این چند دقیقه حالا من اینا همه رو سیو کردم، ولی یکم سیستم داشت شروع کرد لیک زدن، اوکیش کردم بعد دوباره اومدم. ببینید خب برگردیم به متن جزوه. میگه که دیگه این توضیحاتی بود که من اینجا بهتون دادم. خود متن جزوه اومده گفته که میگه آقا فشار هوا رو بر سطح در کنار سطح دریا در نظر میگیرن و بالای کوه ترشی این کارو انجام داد، ولی خب بالای کوه فشار کمتر بود، در کنار دریا فشار بیشتر بود. بعد ارتفاع ستون جیوه درون لوله معیاری از فشار هوا در محل آزمایش بود. این ارتفاع در سطح دریا حدود 76 سانتی متر جیوه بودش. ستونی از هوا به ارتفاع 160 کیلومتر فشار هوا 1 اتمسفر داره. حالا چه اینجا داشته باشین. میگه که اگر الان من اینجا جیوه دارم، درسته؟ جیوه دارم که شده 76 سانتی متر. اگر آب باشه باید چقدر طول این لوله باشه؟ چقدر من باید آب درون لوله داشته باشم؟ چون ببینید جیوه یک چگالی، مگه در مایعات پی برابر با روجه هاش نبود؟ روی جیوه خیلی بالاست، چگالی خیلی بالایی داره، پس فشارش شده 76 سال و ارتفاعش کمتر شده. ولی در مایع که مثلا در آب که چگالیش برابر یکه، ارتفاع باید خیلی بیشتر بشه تا بتونه که فشار معادل با فشار هوا رو به ما نشون بده. این طول ارتفاع در آب برابر با 10 متره. یعنی من اگر این آقای تورشی به جای مثلا جیوه آب استفاده میکرد، باید یه لوله 10 متری رو حداقل 10 متر و بیشتر از 10 متر، چرا؟ چون ارتفاع 10 متر معادل 10 متر. حالا تو بیا در نظر بگیر که آقا من طول لوله‌ام باید مثلا 10.5 متر باشه، 10.5 متر باشه که اون نیم مترش مثلا خالی شه، که من بفهمم که آقا 10 متر طول ارتفاع لوله است، طول ارتفاع ستون آب که معادل مثلا فشار هواست. پس 76 سانتی متر جیوه در جیوه معادل با 10 متر آب و معادل با 1 اتمسفر. و اینکه حالا اگر آب نباشه، اگر اینجا آب نباشه، این اتمسفر من هوا بخواد باشه، باید 160 کیلومتر طول اون لوله باشه، لوله هوا باید باشه. از 160 کیلومتر. ببین فشار هوا خب از جو مثلا ببین تا جو من چه ارتفاعی دارم؟ 160 کیلومتر مثلا. این 160 کیلومتری که من تا جو دارم معادل فشار 10 متر آبه. بهتون گفته بودم هر 10 متر وقتی مثلا داخل عمق آب فرو میریم فشار 1 اتمسفر بیشتر میشه. اینهاش اینجا الان داره توضیح میده. و هر 76 سانتی متر جیوه معادل همون فشار چی رو داره؟ 1 اتمسفر رو داره. این از این. بهتون گفته بودم که مثلا بالاتر بهتون توضیح گفتم قواس نمیتونه بیشتر از 70 متر رو در آب حرکت بکنه، در آب مثلا شنا کنه، زیرا بخواد بره بیشتر از 70 متر. اگر مثلا این 70 متر در جیوه میشه مثلا معادل 6 متر، 5.5 متر. اگر در جیوه بخواد مثلا یه نفر بخواد در جیوه فرو بره، در عمق 5 متری جیوه از بین میره این آدم. مثلا این 76 سانتی متر، شما این 70 من چجوری به این نکته رسیدم؟ ببین 10 متر داره میره تا 7 متر. خب این 7 برابر شده، این 76 سانتی متر تا 77 برابر بکن، یه چیزی معادل 7 که 49 تا یه چیزی معادل 5 متر میشه. 5 متر اگر ما درون جیوه فرو بریم نمیتونیم تحمل کنیم، بدنمون نمیکشه این فشار جیوه رو. حالا هنگامی که با نی مایع رو از لیوان می‌نوشیم، می‌دونیم که داریم چه کاری انجام میدیم؟ در واقع مکش ایجاد می‌کنیم و اون مایع با مکش هوایی که درون نی هست، ببین الان مثلا اینجا من یه ظرف آب دارم، یه نی دارم. این نی من
اینجا و من از اینجا با دهان خودم دارم مکش رو ایجاد میکنم. با مکش خودم دارم چی رو تخلیه میکنم در مرحله اول؟ هوای درون نی رو. هوای درون نی رو وقتی من تخلیه کردم، هوایی که تخلیه کردم با مکش بیشتر آب درون لیوان میاد بالا و مثلا به دهان من میرسه اینطوری. حالا مثلا فشار هوا و نفس کشیدن هم با نفس کشیدن هم با فشار هواست که یک فشار منفی درون ریه ما هست، معادل همین نی که الان ما اینجا داشتیم. ما این فشار توی این آزمایش ما میتونیم ببینیم که با این اختلاف فشاری که درون ریه ما هستش با بیرون، یعنی یه فشار منفی درون ریه ما هستش که ما با کشیدن هوا به درون داریم تنفس انجام میدیم، داریم تبادل گاز رو محیط میکنیم. این از این موضوع. ببینید جزوه رو من کامل بهتون توضیح دادم، کل مباحث رو بهتون کامل گفتم و حالا بریم متن کتاب. متن کتاب هم که دارین همونطور که می‌بینین میگه که آیا میدونین چرا هر چیزی از تاج صد، این صد رو به این شکل میسازن بچه‌ها. صدی که مثلا هست به این شکل میسازنش. اینجا آبه، اینجا آبه. این آب، خب این آب در این قسمت عمقی‌تر اومده پایین‌تر، فشار بیشتری داره، درسته؟ برای همینه که ضخامت این قسمت خیلی بیشتره که بتونه عمقی که اینجا آب داره رو این فشار رو تحمل کنه. بعد کفشی که میپوشین تو شکل استفاده می‌کنیم، همگی به نوعی با مفهوم فشار ارتباط دارن. فشار در زندگی روزمره مثلا اینجوری این پرسش‌ها رو مثلا گفته ببین. داریم اینجا می‌بینیم که در چند تا مثال آورده. ببین این آدم داره تو برف فرو میره ولی با کفش اسکی فرو نمیره. چرا؟ چون که فشارش داره روی یک سطح بزرگتری اعمال میشه. یک پای فشار که می‌بینید که پاسکال در نظر گرفتن، 1 نیوتن بر متر مربع رابطش و توی این شکل اینجا داریم می‌بینیم که این امدادگر با نردبون روی سطح برف روی سطح یخ دریاچه شروع می‌کنه به حرکت کردن که نیفته خودش در آب تا بتونه اون شخص رو کمک کنه. سطح بزرگی که ما روی پونز اینجا گرفتیم انگشتمونه و این سطح کوچیک، اینجا سطح کوچیک‌تره، اینجا سطح چیه؟ بزرگتره. اف ما ولی چیه؟ اف اون برابره. اف برابر رو یه اف برابر رو بر سطح بزرگ و سطح کوچیک داریم اعمال می‌کنیم، یه نیروی برابری داریم اعمال می‌کنیم. اینجا که اف آ بزرگتره نیروی ما کوچیک‌تره و اینجا که آ کوچیک‌تره فشار ما بیشتره و ممکنه که از این نقطه ما مورد مثلا اذیت اون پوستمون انگشتمون اذیت بشه زمانی که می‌خوایم پونز رو فشار بهش بیاریم. پاسکال رو داریم می‌بینیم که فشار در مایعات رو داره ما توضیح میده. حالا یه فشاری هم که ببین کاهش سطح رو داره در فشار مایعات اینجا ما نشون میده که ما اگر انگشتمون رو سر شلنگ بگیریم می‌بینیم که اون کاهش سطحش باعث میشه که با شدت بیشتری آب خارج بشه. حالا این عمق رو داره اینجا همون مثالی که داشتیم و همون مایع سطح مایع آزاد رو همینجا داریم می‌بینیم. حالا اینجا اینو من می‌خواستم بهتون توضیح بدم. این در سال 403 از این شکل سوال اومده بچه‌ها و از این شکل سوال اومده بوده. حالا سوالی که اومده چیه؟ این اصلا شکل داره چی میگه؟ ببینید ظروف مرتبط و سطح آزاد رو یادتونه؟ سطح دریاچه توی یه ارتفاع بالاتری قرار گرفته، سطح دیگه ساخته شدن روی ارتفاع بالاتری قرار گرفته و این ارتفاع بالایی که هست، این ارتفاع بالایی که اینجا هست، هر جا من بیام یه ساختمونی بسازم با ارتفاع این سد من، با این ارتفاع دریاچه من، سطح آزاد آبش، ببینید الان مثلا توی این شکل من اینجا تمامی خونه های این زیر، همه این خونه ها میتونن راحت بدون پمپ در زمان قطعی برق آب داشته باشن. مثلا بعضی وقت دیدیم مثلا آب قطعه ولی مثلا فلان واحد آب داره توی خونش مثلا. خب اینجا الان به همین شکل داره میگه سطح آزاد آب در دریاچه تا اینجا اومده، یعنی آب بدون پمپ تا این نقطه میاد. طبقات بالاتر دیگه این امکان رو ندارن، باید یک تلمبه، یک پمپی اونجا وجود داشته باشه. این پمپ میاد آب رو از پایین هول میده به سمت بالا، پس باید حتما پمپ هم پایین باشه، مکش نباید داشته باشه. توی سالهای بالاتر، توی سال 12 کامل، سال 10 کامل میخونین که این پمپ اگر بخواد مکش ایجاد کنه، اگر بخواد بالا باشه، مثلا شاید تو این باغ و اینا مثلا دیدین که میان چیکار میکنن، توی باغا میان پمپ و اون تلمبه رو، اون چیزی که حالا آب قرار از چاه بکشه بیرون، میبرن داخل چاه میذارن، یعنی اون پمپ درون چاهه، روی سطح آبه، از اونجا مثلا آبو داره میکشه بالا، ولی از بیرون مثلا این کار نمیکنن چون پمپ یک ظرفیت، یک مکشی داره که این معادل با 10 متره. حالا میگیم سال بعد میخونینش کامل، یعنی از 10 متر بیشتر رو امکان مکش نداره پمپ، یعنی هر چقدر که حالا تو بیا زور بزنه این امکان وجود نداره، این احتمال وجود نداره. حالا این از خارج از سال 9 بود، زیاد بهش نمیپردازیم، ولی خب گفتم که علتی که مثلا داره اینه که واسه همینه که تلمبه باید در قسمت پایین‌تر باشه، نزدیک آب باشه تا بتونه آب رو هول بده، نه اینکه آب رو بخواد بکشه. اگه بخواد آب رو بکشه محدودیت ایجاد میشه، ولی بخواد هول بده اصلا هیچ محدودیتی نداره. اصل پاسکال رو توضیح میده تو اینجا. اصل پاسکال دیگه کامل با هم دیگه اوکی کردیمش. فشار در گازها رو داره که مثلا می‌بینیم که اینجا مثلا این ظرف احتمالاً داغ شده،
بخار آب رو داره مثلا از این ظرف خارج میکنه. این بخار آب همون هواییه که اینجا مثلا فشار هوا رو داره نظر میگیره، فشارش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. این یه آزمایشه که یک نی رو در بطری قرار میدن، بطری داخل خودش آب داره، در بطری بسته نیست، از این در بطری دهان رو اینجا میذاریم بسته، در حالتی که این بسته باشه دهان رو کامل روی این در بطری میذاریم و وقتی که فوت کنیم درون ظرف فشار هوا بهش داریم اعمال میکنیم، فشار هوایی که به سطح مایع داره اعمال میشه از یه جا باید در بره، از یه جا باید این فشار هوا خالی بشه، این فشار هوا وارد میشه همینجوری سطح مایع رو هول میده به سمت پایین، این مایع نمیتونه تو این ظرف دووم بیاره و میاد چیکار میکنه از درون نی به سمت بیرون ریخته میشه. کره زمین رو حالا میگه تا ارتفاع 100 کیلومتر یا مثلا گفتیم 160 مثلا در نظر بگیریم جو رو که معادل بود با 76 سانتی متر جیوه و در واقع یک اتمسفر و یا 10 متر آب و فشارش برابر بود با 10 متر آب. این اینطوری بودش. حالا میگه که آب درون یک قوطی رو به کمک نی بنوشه از آثار فشار هوا استفاده می‌کنیم. مثلا منظور همون بود که درون یک ظرفی من با نی میخوام یک آب میوه یک مثلا نوشیدنی رو بنوشم، دارم یه خلایی ایجاد میکنم و آب رو میکشم بالا، با مکش این کارو انجام میدم. اینم آزمایشی بود که داشتیم تعریف می‌کردیمش. 76 سانتی متر جیوه رو آقای تورچی اومد داخل لوله گذاشت و متوجه شد که فشار هوا معادل با 76 سانتی متر جیوه است. حالا همینم فهمیدیم که این 76 سانتی متر جیوه برابر با یک اتمسفر در آب معادل با 10 متر، در آب معادل با 10 متر و در هوا معادل با 160 کیلومتر. 160 کیلومتر من باید داشته باشم تا این اتفاق بیفته. حالا اینجا رو ببینیم بچه‌ها، اینجا یک آزمایش رو طراحی کرده. این آزمایش که طراحی شده میگه که آقا اگر من یه قیفی رو در یه ظرف در بسته قرار بدم، ببین ظرف کاملا محصوره، هوای داخلش بسته است، هوا اینجا چیه؟ بسته است. این تنها راه ارتباطی این ظرف و بیرون همین نیه که متصل به این قیفه. خب حالا من بیام از این قیف شروع کنم آب ریختن. ببین آب من میریزم داخل ظرف میره، آب که وارد بشه هوای درون این ظرف بهش فشار وارد میشه. این هوا بعد از یه جایی تخلیه بشه، هیچ فضایی نیستش که بخواد تخلیه بشه. هوا میاد چیکار میکنه؟ هوا میاد از همین نی شروع میکنه تخلیه شدن. یعنی ببین آب از این تا اینجا پر شده ها، ولی این هوایی که اینجاست هی باید تخلیه بشه، هی باید مثلا هوا خالی بشه. این هوا فشار میاره به اینجا، به این نی، به این مایع، آب داره فشار میاره به هوا و هوا هم داره فشار میاره به آب و این هوا در نهایت هی بخواد مثلا خودش رو تخلیه کنه، یکم تنظیم بشه درون ظرف، میاد چیکار میکنه؟ میاد از درون نی میره بالا و یه جورایی مخالفت میکنه، سرعت پر شدن این ظرف کمتر میشه. بعد این در اینجا در این نقطه قیف که مثلا آب تجمع کرده، ما بعضا میتونیم مثلا حباب هوا ببینیم که داره مثلا تخلیه میشه، این هوا داره میاد بیرون و یه جورایی مخالفت میکنه با ورود آب به درون ظرف. پس یعنی سرعت پر شدن ظرف اول اوکیه ولی بعداً سرعتش کم میشه، یکم مثلا مقاومت داریم، ما اینجا مقاومت هوا داریم. ولی توی این ظرف توی این شکل اومده چیکار کرده؟ یک سوراخی رو تعبیه کرده، یک فضایی رو تعبیه کرده که هوا بتونه خارج بشه. این دیگه اصلا هیچ داستانی نداریم، هیچ دردسری نداریم. از اینجا که ما داریم آب میریزیم از اینجا داره هوا خارج میشه، پس سرعت هوا، سرعت ریخته شدن آب درون ظرف اصلا تغییری نمیکنه. بعد حالا اینجا هم داره میگه که آقا حالا دیدیم توی بطری قشنگ این دیگه یک آزمایش دم دستیه. حالا قبلی مثلا یکم شاید دم دستی نبوده ندیده باشیم، ولی اینجا دیدیم که مثلا وقتی داریم با بطری آب میخوریم فشار هوای درون بطری کوچیک میشه، جمع‌تر میشه، خلک ایجاد میشه، بطری شروع میکنه مشاله شدن، مثلا بطری آب معدنی شروع میکنه مشاله شدن. درسته؟ اگر یه سوراخی بالای اون بطری باشه این اتفاق دیگه نمیافته و بطری راحت‌تر خالی میشه. بیایم سوالات آخر جزوه‌مون. سوالات آخر جزوه یه جنبندی از مباحث گفته شده تا الان بهمون میده و ما میایم بعدش میریم سوالات کشوری رو حل میکنیم، هماهنگی کشوری که پارسال برگزار شده بوده. خب آقا میگه به مقدار نیرویی که به طور عمودی بر واحد سطح وارد میشه فشار گفته میشه. خب این هیچ. فشار یک پاسکال یعنی مقدار نیروی 1 نیوتن که بر 1 متر مربع وارد میشه. خب رفقا برای مورد بعدی که میگه مقدار فشار 1 نیوتن بر سانتی متر مربع، 1 نیوتن بر سانتی متر مربع برابر چند پاسکاله. خب این سوال ازمون در واقع پرسیده دیگه. ببینید پاسکال، خود پاسکال برابر با 1 نیوتن بر حسب متر مربع، ولی الان داره میگه که من این 1 نیوتن رو بر حسب سانتی متر مربع میخوام. ببینید هر متر مربع بخواد تبدیل به سانتی متر مربع بشه، این مربع رو اینجا در نظر داشته باش، توانشو خود متر چند سانتی متره؟ 100 سانتی متر. حالا این توانش یه بار به 100 میخوره یه بار به سانتی متر میخوره، اینجوری بیا به دستش بیار، میشه چی؟ 100 ضرب در 100 میشه 10000 سانتی متر مربع. این 10000 سانتی متر مربع، این 10000 سانتی متر مربعی که داریم برابر بوده با اینجا، برابر بوده این 1 نیوتن خود پاسکال. ببین خود پاسکال در حالت عادی میشه 1 نیوتن بر 10000 سانتی متر مربع. حالا میگه که اگر من فقط 1 سانتی متر مربع داشته باشم، 10000 سانتی متر مربع 1 پاسکال اینجا دارم.
ببین اگر من مساحت 10000 سانتی متر مربع داشته باشم با نیروی 1 پاسکال برابر با نیروی 1 نیوتن، از اول ببینید اگر من 10000 سانتی متر مربع معادل 1 متر مربع 10000 سانتی متر مربع داشته باشم و نیروی 1 نیوتنی بهش وارد کنم میشه پاسکال. حالا اگر این 10000 نیوتن نباشه، اگر باشه 1 نیوتن بر 1 سانتی متر مربع، اون موقع چند پاسکال دارم؟ این 10000 رو کردم یک، خود پاسکال میشه 10000. پس شدش 10000 پاسکال. پس اینجا میشه چی؟ 10000. جواب ما بود. لبه تیز کارد گوش رو به راحتی میبرد زیرا سطحش بسیار کوچک است یا مثلا باریک است، نازک است، سطح بسیار کمتر است و جای خالی زیادی بر گوشت وارد میکنه، فشار بیشتری، فشار زیادی. مورد بعدی، نیروی وزن محمد 600 نیوتنه و مساحتش زیر دو کفشش 300 سانتی متر مربع. پس ببین 600 نیوتنش، این 600 نیوتن وزنش، نیروی وزن یعنی مثلا چیزی که داره نیروی وزنش در واقع خودش جرمش چقدره؟ 60 کیلوه، جرم این آدم 60 کیلوه، نیروی وزنش اف وزنش 600. حالا 300 سانتی متر مربع هم مساحت زیر کفششه و فشار وارد بر زمین در دو حالت زیر که فشار وارد بر زمین در دو حالت زیر محاسبه بکنیم که هنگامی که محمد روی هر دو پاش ایستاده یا هنگامی که محمد روی یک پاش ایستاده باشه. این 600 نیوتن رو من اینجا 300 سانتی متر مربع میذارم، یه بارم این 600 نیوتن رو روی یک پا وایساده میشه 150 سانتی متر مربع. بعد بدون که فشارش هم بر حسب نیوتن بر سانتی متر مربع به دست میاد. حالا مثلا اگر صورت سوال من گفته بود مثلا فشار وارد بر اینو بر حسب پاسکال به دست بیار یا بر حسب نیوتن به دست بیار، یعنی جریان متفاوت بود. این 600 رو یه بار تقسیم بر 300 می‌کنیم، در مورد بعدی هم 600 رو تقسیم بر 150 می‌کنیم. این میشه 2، این میشه 2، اینا میشه 4 نیوتن بر سانتی متر مربع و 2 نیوتن بر سانتی متر مربع و 4 نیوتن بر سانتی متر مربع. مورد بعدی میگه اگر سطح جسمی نصف همزمان نیرویش دو برابر بشه، ببین فشار چقدر میشه. ببین پی برابر بود با F معادل F به روی A. خب پی با F، پی با خود F رابطه مستقیم داره، پی با A رابطه معکوس داره، رابطه غیر مستقیم داره. میگه سطحش نصف بشه، یعنی A ما اینجا 1/2 بشه، این 2 میاد این بالا، پی میشه چی؟ 2 برابر. A 2 نصف شده، سطحش نصف شده، پس پی چقدر میشه؟ 2 برابر میشه. و همزمان نیرو هم 2 برابر بشه، اینم 2 برابر بشه، خود پی هم خود فشار هم 2 برابر میشه. 2 ضرب در 2 میشه 4، میشه فشار ما 4 برابر شده. میگه چرا دندانهای پیش برای بریدن مناسب ترن؟ ببین دندانهای پیش نسبت به دندانهای آسیا که پشتن، ببین مثلا دندان نیش یا دندان پیش هیچ فرقی نداره جفتشون. ببین مثلا این دندان پیش اگر باشه میبینی مثلا باریکه، سطح خیلی کوچیکی داره، نیروی فکی که وارد میشه بزرگه و در نهایت فشار بزرگه. خب اما در دندانهای عقبی مثلا دندانهای آسیاب باشن سطح بزرگه، فشار فک هم که ثابته، پس اینجا ما پی کمتری داریم دیگه. این مناسب بریدن نیستش، دندانهای عقبی مناسب چیه؟ مثلا له کردن. این از این موضوع. مورد بعدی در شکل زیر، سوال آخر این فصل، سوال آخر جزء است. بعد میریم با هم سوالات نهایی رو، سوالات هماهنگ کشوری رو بررسی می‌کنیم. میگه که در شکل زیر دو قطعه چوب مکعبی داریم. جرم قطعه چوب بالایی 1 کیلوه، جرم قطعه چوب پایینی 4 کیلوه و هر ضلع مکعب کوچک 10 سانتی متره و هر ضلع مکعب بزرگ 20 سانتی متره. مورد اول میگه فشاری که قطعه چوب بالایی بر قطعه چوب پایینی وارد میکنه چقدر؟ فشار این قطعه بالایی بر سطح قطعه پایینی بر حسب نیوتن بر سانتی متر مربع. سانتی متر مربع اینم که خودش سانتی متر بود، پس ما نیازی نداریم که بخوایم تبدیل واحد بکنیم. P برابر است با، چون جامده، P برابر است با F بر روی A. F من چنده؟ جرم گفته 1 کیلوگرم، پس F من 10. F من 10 و سطح من میشه 10 ضرب در 10 بر حسب سانتی متر مربع خواسته. 10 ضرب در 10 میشه 100 سانتی متر مربع و این صفراش هم که با هم دیگه حالا بزنیم یکم سادهش کنیم میشه 1/10 نیوتن بر حسب سانتی متر مربع. 1/10. میگه فشاری که قطعه چوب پایینی بر سطح میز وارد می‌کند را بر حسب نیوتن بر سانتی متر مربع حساب کنید. فشاری که قطعه چوب پایینی، ببین قطعه چوب پایینی خودش جرمش 4 بود و سطحی هم که داشت 20 ضرب در 20 بود، پس اوکی دیگه میشه 4. آره ببین اینجا می‌نویسیم P مساوی با F بر روی A، اینجا می‌ذاریم 4، اینجا هم می‌ذاریم 20 ضرب در 20 میشه 400. مثلا اینجوری نظر می‌گیریم. نه، جرمی که اینجا 1 نیوتن، جرمی که اینجا خودش مکعب کوچیک روی مکعب بزرگ انداخته بود، جرم اون هم هست، جرم اون هم محاسبه میشه. پس بچه‌ها این که بخوام مثلا جرم فقط مکعب بزرگ رو بنویسم اشتباهه. جرم مکعب بزرگ کوچیک هم هست، جمع شده با اون یکی، جرمش شده 5 ولی وزنشون بوده 50. خب یعنی ضرب در 10 میشه و 50 تقسیم بر 400 میشه حدود 1/8 نیوتن بر سانتی متر مربع.
حالا میگه فشار که قطعه چوب پایینی بر سطح میز وارد میکنه بر حسب پاسکال رو به دست بیارید. بچا پاسکال چی بود؟ پاسکال یک بار دیگه پاسکال بودش 1 نیوتن بر حسب متر مربع، درسته؟ بر حسب متر مربع. حالا این بر حسب متر مربع بودن این میگه که آقا 1 نیوتن این 50 نیوتن رو من دارم دوباره. خب 50 نیوتن رو دارم. فقط فرقی که اینجا هست دیگه، اینجا من سانتی متر نباید توی مخرج بذارم، باید متر بذارم. 20 سانتی متر 20 سانتی متر معادل 20 سانتی متر، ببین 20 سانتی بخواد متر تبدیل بشه تقسیم بر 100ش می‌کنیم میشه چقدر؟ 2 دهم. 2 دهم چی؟ 2 دهم متر. 2 دهم ضرب در 2 دهم. 2 دهم ضرب در 2 دهم میشه 4 صدم. 100ش میاد این بالا. 50 ضرب در 50 ضرب در 100 تقسیم بر 4 میشه. 50 ضرب در 100 تقسیم بر 4 ما بخوایم اینو مثلا سوالش بکنیم میگیم که مثلا میتونیم بیایم مثلا 4 رو با 100 بزنیم این بشه 25. 25 ضرب در 50 اگر بکنیم معادل 1250 پاسکال میشه. گرفتیم چی شد؟ این از این موضوع. حالا بریم برای نمونه سوال امتحان سال 403. با توجه به مفاهیمی که در فصل فشار آموخته اید برای هر مورد توضیح بدید. که میگه مورد الف در ورودی بسیاری از باشگاه‌ها یا سالن‌های ورزشی که کفپوش‌های فوم داره، خاتمی داره و انعطاف پذیرند و فومدار و انعطاف پذیر داره، نوشته شده که رفت آمد با کفش پاشنه بلند ممنوع. چرا؟ ببینید چون که کفش‌های پاشنه بلند نیروی فشار خیلی بالایی داره. نیروی وزن این آدمی که با کفش پاشنه بلند اومده روی یک سطح خیلی کوچیکی اعمال شده. اما اگر با پای بدون کفش یا مثلا با کفش کتونی اگر روی این کفش بخوای حرکت کنی موردی نداره. چرا؟ چون کفش کتونی یا خود پاهات پای بدون کفشت سطح خیلی بزرگتری رو داره و با اون نیروی وزن یکسان تو در هر دو حالت نیروی وزن چون یکسانه یه فشار کمتری رو وارد میکنه. پس به این دلیل میتونیم برای توضیحات بنویسیم که به این دلیل که در کفش‌های پاشنه بلند سطح خیلی کمتری رو به نیروی وزن رو به سطح خیلی کمتری وارد میکنه و فشار بیشتری وارد میکنه و برای اینکه آسیب اون پوشش‌های فوم و خاتمی یا مثلا پوشش‌های انعطاف پذیر که توی متن سوال گفته وارد نشه ما میایم این کارو میکنیم. مورد بعدی، مورد ب، گفته که در سامانه آبرسانی به ساختمان‌های چند طبقه و برج‌های بلند نیاز به پمپ یا تلمبه داریم. اینو ما با هم داشتیم دیگه، گفته بودیم که آقا چون که سد داخل این شکل، چون سد بالاتر از سطح آزاد آب تا یک طبقاتی از این ساختمان‌ها میرسه، طبقات بالاتر از سطح آزاد آب نیاز داره که یک پمپی باشه تا این آب رو به اون طبقات هل بده و این شدش توضیحش. سوال 13 میگه با توجه به شکل مقابل با ریختن آب درون قیف شکل الف چه اتفاقی میافتد؟ استدلال خود رو بیان کنید. اگر بر روی درپوش یک سوراخ ایجاد کنیم پیش بینی می‌کنید که چه اتفاقی بیفتد؟ از این آزمایش کاوه در زندگی بگید. چون منفذی در شکل الف، چون منفذی برای خروج هوا نیست، با ریخته شدن آب درون قیف هوای درون ظرف بعد از چند دقیقه بعد از کمی پر شدن ظرف لازم داره که از ظرف خارج بشه. پس از همون قیف میاد خارج بشه اون هوای درون ظرف و یه مقاومت هوایی اینجا ایجاد میکنه، یه مقاومتی در برابر پر شدن ظرف ایجاد میکنه. بعد اینجا سرعت پر شدنش کمتره، اینجا میتونه که ظرف دیرتر پر بشه یا اینکه مثلا سرعت مثلا خارج شدن آب از قیف، سرعت پر شدن ظرف هم کمتر میشه. بعد اگر که بیایم سوراخ ایجاد کنیم هوا میتونه خارج بشه از اینجا. هوا اگر خارج بشه خب ما میدونیم که راحت‌تر این ظرف پر میشه. این از این. بعد میگه که برای این آزمایش یک کاربرد در زندگیتون بگین. خود قیف رو در نظر بگیم دیگه. میگیم زمانی که میخوایم از قیف استفاده کنیم، زمانی که از قیف استفاده کنیم استدلال به دردمون میخوره. میدونیم که آقا باید یک فضایی برای خالی شدن اون ظرف باشه. مثلا میخوایم بطری رو با قیف پر کنیم، اگر که در بطری بسته باشه بعدم فکر این باشیم که هوا نمیذاره این مایع خیلی راحت در اون ظرف بره. بچه‌ها خسته نباشید میگم بهتون. اینم از فصل 8 سال نهمتون تموم شد. مباحث رو بهتون گفتم. درسنامه کاملی داشتیم. خسته نباشید میگم و خدایتان نگهدارتان. خداحافظ.